برای آدمی بد رو به گپ در آوردن بعضم فریب هم لازم میآید. تو حالا خودت رو همینطور حمایه میکنی؟ جدی میگویم تو خودت رو از حد زیاد حمایه میکنی. از ترس حاضر پایهایت میلرزند. تو سخت ترسیده ایستاده ای ولی نامعلوم میکنی. ولی من همش رو دیده ایستادم. من خوب دیده ایستادم که تو ترسیده ایستاده ای. از تو میترسم؟ نه، برعکس من شدم که حاضر همراهی تو هستم. برای آن که این مراتب تو از چنگ بند رهایی نمیابی. این حالت تو رو هم دلپول نکرده است نه؟ این طور باشد دیگر خیلی میفهمونم. تو دراگان قاتلی برادری من و 10 آدمان دیگری بیگناه هستی. من این رو به تو گفتم. لازم آید 1000 مراتب دیگر میگویم. تو دراگان حالا در نزد عدالت و قانون ترکیه جواب خواهی داد. تو یک راه داری. این هم باشد مرگ است دراگان. مایلش با مسئله دادرت باری دیگر برمیگردیم. من دادری تو را هدف قرار دادن نمیخواستم. این قسمت بود یا تصادف و یا اینکه وقتی نامناسب هر چیزی که میخوای بگوی اختیار به خودت. اما من او را هدف قرار دادن نمیخواستم. باور کن مرگ او خودی مرا هم غمگین کرد. چون که من بسیار خوب میدانم که تو را آن لحظه ها چگونه احساسات فرا گرفت. تو احساس کردن نمیتوانی. چون که اگر احساس کرده میتوانستی حالا مرا کی ها میکشتی و تا حال از پسی نقشه های سوداورت نمیدویدی. دانسته باش دراگان، تو یک تروریستی پلید هستی. حقیقت را شنیدم به تو پسند ناومد؟ به من همین جسارت شما پسند نیست. هر قدر من به شما ضربه بزنم شما همانقدر پرزورتر میشوید. ولی این مراتب من به شما چنان ضربه میزنم که دیگر از جایتون خسته نمیتوانید. بسیاری ها همین گونه آرزو میکردن میدونی. ولی قبرها از چنین سگانی گزنده کی ها باز پر شده است. او را از پس من گرفته بیار. دیگر نگو که من پدر و مادر ندارم. نمیگویم پدر. شما خیلی زیبایید. شما همینجا ایستید.
جان کردیم. انتظار نبودم که اینقدر زود با هم وا میخوریم. شما چی میکوبید؟ سربازتان رو میکوبید. نامی او چی بود؟ آتش. همونه که همراهی شیر را ترکید. نام سربازی مرا به زبان آر. شنیدی؟ پلکونیک، هم تو با هم صحبت داریم. من شما را به اینجا دعوت کردم مگر خودتان آمده به محبس حمله کردید، مثل آن حمله کردید که گویا درغن را سراغ میکردید که آمده شما را دستگیر کند. همه این برای یک سرباز میارزد مگر؟ برای یک سرباز هممان آماده ایم که بمیریم. به این شبهه ندارم.